بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. ماه ربیع الاول هست. آیا می دونستی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در بهترین و صحیح ترین روایت ها در ماه ربیع الاول به دنیا اومده؟ در مشهور هست که در 12 ربیع الاول و در تحقیق هست که در 9 ربیع الاول پیامبر به دنیا اومدن. و آیا میدونستی قرآن کریم در ماه رمضان بر پیامبر نازل شد و 6 ماه قبلش آغاز مقدمات دعوت اسلامی بود به صورت خوابهایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میدیدند. یعنی آغاز نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یا مقدماتش از ماه ربیع الاول آغاز شد. بعد از اون میبینیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فردی که تک تنها از غار حرا میاد پایین تا تمدن انسانساز رو برای بشریت به ارمغان بیاره، میاد و در ماه ربیع الاول مجبور میشه از مکه مکرمه هجرت کنه، بره به مدینه منوره. از مکه میره در حالی که مکه به ایشون پیشنهاد دادن که ایشون رو پادشاه مکه بکنند، اما پیامبر میدونه که این پادشاهی به معنای این هست که فقط بتونیم یک ظاهرسازی بکنیم، بتونیم مسجد درست بکنیم، مدرسه درست بکنیم، مردم رو بگیم چه بپوشن چه نپوشن، اما حکومت و حرف اول رو در این سرزمین که خواهد زد؟ اونی که قدرت سیاسی و قدرت نظامی در اختیار داره، اونی که اقتصاد شهر در اختیار اون هست. و پیامبر میشه در واقع یک پادشاهی مثل پادشاههای امروزی که هیچ اختیاری ندارند، خودش رو پادشاه میدونه، در حالی که حاکم فعلی سفیر آمریکا یا سفیر انگلیس در اون کشور هست. پیامبر این رو قبول نداره و در ماه ربیع الاول هجرت میکنه به مدینه منوره تا تمدن و دولت اسلام رو اونجا پای ریزی بکنه. بعدش هم میبینیم که در ماه ربیع الاول هم پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در روز دوشنبه 12 ربیع الاول از این دنیا عروج میکنند و میرند به رفیق اعلی پیش خداوندشون. یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم وظیفهشون رو انجام دادن، تمدن انسانی نه تمدن سیمانی رو به پا کردن. ما از دولت مدینه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، دولت مدینه منوره، ما به اصطلاح برجه هایی رو به ارمغان و به میراث نبردیم، اهراماتی رو به میراث نبردیم، قصرهایی رو، سنگهایی رو به میراث نبردیم. اون چیزی که به میراث آوردیم صحابه ای هستند که بعد از قرآن کریم میتونن بزرگترین معجزه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم شناخته بشن که پیامبر اونها رو تربیت کرد. خلاصه اینه که در ماه ربیع الاول دعوت اسلام آغاز شد. در ماه ربیع الاول دعوت اسلام مرحله هجرت رو سپری کرد و در ماه ربیع الاول همین امت پیامبرش رو به سوی خداوند متعال دید که به سوی خداوند متعال پرکشید و رفت. ماه ربیع الاول پس داستان آغاز تمدن اسلامی است. ماه ربیع الاول اینی که به اصطلاح ما بیاییم و حکایت زندگی پیامبر رو در یک جشن و پایکوبی که به راه بندازیم که آقا مولد رسول هست و فلان از این حرفا، اینها همش خندیدن به خوده، اینا همش فرار از واقعیت ها و فهم درست زندگی است. اینا همش این است که ما بیاییم خودمون رو به اصطلاح چاپلوس درگاه رسالت معرفی بکنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چاپلوس نمیخواد. اگر واقعا افرادی ادعا میکنند که محبت و عشق رسول الله رو دارند و به عشق پیامبر میخوان جشن بگیرن، پس جشن بزرگی که خود پیامبر یادمون داده که این است که روز دوشنبه رو روزه میگرفتند. پس جشن میلاد پیامبر جشن هفته‌وار هست، هر هفته باید جشن میگیرید، هر هفته روز دوشنبه رو روزه شکرانه این نعمت بزرگ بگیریم. اما اینه که جشن هفته‌وار رو بیایید و جشن سالانش بکنید، این خود گول زدن هست و از اصل موضوع فاصله گرفتنه. اصل موضوع چه هست؟
پیامبر نیومد اینجا که به ما بگه که من متولد شدم، شما هم سال روز تولد من یک کیکی بذارید و نمیدونم فوتی بکنید و چما رو خاموش کنید و بعد هم برید به اصطلاح داد و فریادی برا بندازید و خوش باشید که پیامبر سال روز تولد پیامبر هست. پیامبر اومد تا به من تو بگه ای انسان، تو در قبال این بشریت مسئولی. من اومدم رحمت للعالمین برای بشریت. این پیامبر حق کل بشر هست و وقتی که پیامبر اومد، آغازین افرادی که به پیامبر ایمان آوردن ابوبکر، عثمان و مادرش، سعد، عبدالرحمن ابن عوف و مادرش، زبیر و مادرش و افراد ابوذر، بعد زید و برای بچه ها خدیجه و دختراش، همه اینهایی که ایمان آوردند وقتی پیامبر اومد به اونها گفت که من پیامبر الله هستم. یعنی قبل از اینی که قرآنی نازل بشه، قبل از این شاید تنها چیزایی که از قرآن نازل بود آیاتی چند از سوره اقرأ بسم ربک الذی خلق، سوره یا مثلا یا ایها المدثر قم فانذر. یعنی این دعوت اسلام آغاز شد با یک صورت و یک سیرت، با آیات بسیار کمی از قرآن کریم و با سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم. 40 سال مقدمه، پیامبری که زیر چشم الهی ساخته شده. واصطنعتک لنفسی، خداوند متعال پیامبران رو برای خودش ساخت. ولی تصنع علی عینی، و زیر نظر من ساخته بشی. این در وصف همه پیامبران و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم از جمله اونها. لقد لبثت فیکم عمرا من قبله، من 40 سال رو در میان شما سپری کردم. این کافی نیست برای اینی که بفهمید که من پیامبر الله هستم؟ به این صورت پیامبر وارد صحنه زندگی شد تا من و توی مسلمون طوری باشیم که افراد با دیدن من و تو مسلمون بشن. اگر چنین کردیم اون وقت دیگه ما میتونیم بگیم که از پیامبریم و پیامبر از ماست. اما اگر نه، سیرت ما و راه و رسم زندگی ما مردم رو از دین متنفر کرد، اگر تمام زندگیمون رو بسازیم و برقصیم و شادی بکنیم که پیامبرمون به دنیا اومده، جایمون جهنم است. پیامبر از چاپلوس خوشش نمیاد که بیاییم ما چاپلوسی بکنیم که ای پیامبر رو ما میتونیم گولش بزنیم یا عیاذ بالله الله رو گول بزنیم. نه، پیامبر یک برنامه زندگی است، برنامه فردی که از تک تنها از غار حرا میاد بیرون، یأس و ناامیدی نمیشناسه، جهاد و تلاش و خستگی ناپذیر، و میتونه عزت و کرامت و دولت مدینه رو تشکیل بده. اگر در راه برپایی عزت و کرامت و دولت مدینه و تمدن انسانی هستی، بدون که در راه پیامبری. در غیر این صورت همه این